مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. گند بازی ایران و قطر هم بالاخره در اومد و یه سری از رسانه‌های خارج از ایران افشاگری کردند که چند تا از بازیکن‌های ایران قبل از بازی ایران با قطر رشوه دریافت کردند تا نتیجه بازی رو دستکاری بکنند. خبری که در طول چند ساعت گذشته در بین اهالی فوتبال و فوتبالیستا هم خیلی دست به دست شده و یک پیام هم توی واتساپ چند تا از فوتبالیستای معروف و مشهور هم ارسال شده که حالا متن این پیام رو هم براتون میخونم که نشون میده بازیکن‌های فوتبال با دریافت رشوه نتیجه بازی رو خواستن دستکاری بکنن که اگر این قضیه که در حال حاضر در حد حدس و گمانه به واقعیت بپیونده، شاید این بازیکن‌ها به صورت دائم از فوتبال محروم بشن و فدراسیون فوتبال ایران هم که فشل، اصلا هیچ کسی آدم حسابش نمیکنه، کلا و محروم هم بشن چیز فرق واسه کسی نمیکنه. اما رقم‌های عجیب و غریبی رد و بدل شده. بازی ایران و قطر هم که خیلی هاتون دیدید، یعنی مشخص بود که خیلی از بازیکن‌ها کمکاری کرده بودن و این صحبت‌های من نیست، صحبت بسیاری از کارشناسا هم هستش که با تحلیل و آنالیز مسابقه ایران و قطر متوجه شدن که بعضی از بازیکن‌های فوتبال حتی 5% از توانایی خودشون هم نداشتن و اگر یه دو تا بازیکن از محلات می آوردن یا چوب خوش می آوردن توپ می‌خورد بهشون میرفت توی گل. از اون طرف ترکیبی که امیر قلعه‌نویی هم چیده بوده بسیار مشکوک بوده که اون قضیه هم بودار هستش که راجع به ترکیب تیم ملی هم صحبت کنیم. اما اون پیام واتساپی که برای خیلی از فوتبالیستا و اهالی فوتبال رد و بدل شده این متن هستش که بانک جهانی فدرال رزرو که رصد واریز مبالغی بین بانکی جهانی رو در بر میگیره که رصد میکنن که مبالغ بین بانکی چجوری هستش، اعلام کرده که 3 روز بعد از بازی ایران و قطر به حساب اماراتی 5 نفر از اعضای تیم ملی فوتبال ایران مبلغی بین 15 تا 55 میلیون درهم امارات واریز شده که مبدأ اون قطر بوده. اسامی که در این پیام واتساپی هستش و اسامی که اومده اینا هستش، هرچند بازم میگم هنوز سندی بیرون نیامده. البته معمولا اگه کسی بخواد رشوه‌ای دریافت کنه به حال ارزهای دیجیتال مثل تتر و بیت کوین هم وجود داره که کسی نمیتونه رصدش بکنه و این مبالغ سنگین هم به نوعی شاید مشکوک بوده. اما اسامی که گفته شده در این پیام به این صورت هستش که مهدی طارمی 55 میلیون درهم، علیرضا بیرانوند 55 میلیون درهم، حسین کنانی زادگان 55 میلیون درهم، مهدی قائدی 15 میلیون درهم که اصلا بازی نکرده و امیر اردشیر قلعه‌نویی 55 میلیون درهم که گفتن که این پولها رو دریافت کردن که راه قهرمانی قطر رو هموار بکنند. البته ما این پیام رو نه تکذیب میکنیم نه تایید، فقط من دارم عین پیامی که بین بسیاری از فوتبالیست‌های معروف که چند تاشون برای من این پیام رو فرستادن و فدرال رزرو رو اصطلاحاً رفرنس قرار دادن به شما میگم. و از اون طرف گفته شده که ترکیبی که قلعه‌نویی چیده بوده هم مشکوک بوده. به جای قائدی مقان رو آورده توی بازی و هم محبی رو هم آخر بازی آورده. کلی ابهامات دیگه هم تو رفتار بازیکن‌ها و کادر مربیگری دیده می شده. کاملا مشخص علیرضا بیرانوند تو نیمه اول یه توپ مستقیم نزد، یا میزد چپ یا میزد راست. بازیکن‌ها هم که قربونش برم سیستم علی الهی بکش زیرش میکشید زیرش از چپ و راست، اصلا فوتبال بازی نمی‌کردن که یاد زمان مالیکو هم میفته. و البته گفته شده که این رفتار مشکوک بین کادر مربیگری و بازیکن‌ها که بوده، گفته که باعث شده بوده که ایران ببازه. گفته که اگر ایران توی این رقابت‌ها قهرمان می‌شده، یعنی قطر رو شکست میداده میرفته فینال و توی فینال هم برنده میشده، کلا 200 میلیارد تومان جایزه فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال ایران بوده. 200 میلیارد تومان.
200 میلیارد تومان به کل بازیکن‌های فوتبال و کادر فنی که از اون طرف فدراسیون فوتبال و حق دست برابچه بالا و حق دست وزارتخونه و اینا رو هم بخوایم در نظر بگیریم، یه چست تومن کف دست بازیکن فوتبال میذارن، حالا بقیه رو هم خودشون میکشن بالا. و آنچنان مبلغ قابل توجهی نیست. از اون طرف گفته شده که این مبالغی که عنوان شده به عنوان رشوه به این چند نفر دادن، هول و هوش نفری ناقابل 800 میلیارد تومان گیرشون می اومده. این متن واتساپی باعث شده که حتی سازمان نظارت بر AFC و فیفا هم گفته شده که قرار ورود بکنه به این پرونده، که البته بعید میدونم. میزبانی های قطر در جام جهانی، جام ملت‌های آسیا همچین هم راحت نبوده. نمیدونم چرا دستم اینطوری میشه و این پرونده ها هم قطعا جلو نخواهد رفت. صحبت حتی مهدی طارمی رو هم میتونیم رفرنس قرار بدیم که بعد از بازی ایران و قطر مصاحبه انجام داد و گفته بود که اتفاقات غیر فوتبالی و چیزهای دیگه در پشت پرده فوتبال باعث شده بوده که این نتیجه رقم بخوره و این قضیه ماجرا رو مشکوک‌تر میکنه. البته صحبت مهدی طارمی یک دریچه جدیدی رو هم به این موضوع باز میکنه. بعد از برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن، بسیاری از بازیکنان فوتبال ایران حرفای سیاسی و گنده‌تر از دهنشون از دید مسئولین زدن. مثلا رامین رضاییان گفتش که ما هر موقع فوتبال بازی میکنیم قیمت دلار افزایش پیدا میکنه و بقیه بازیکنان فوتبال هم گفته بودن که چرا ما بازیکنان فوتبال رو سیبل قرار میدید و ما رو وارد بازی‌های سیاسی میکنید و ما رو وارد معادلات سیاسی خودتون نکنید. چند تا از بازیکنان فوتبال هم در طول این چند ماه گذشته، شاید گل سرسبدشون علی کریمی باشه، اسطوره باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران و یکی از افرادی که میتونیم به عنوان شناسنامه فوتبال ایران بعد از علی دایی ازش یاد بکنیم، علی کریمی بوده که دیدیم که در طول این چند سال گذشته هم با معروف و مشهور شدن خودش و فعالیت‌های سیاسی که انجام داده بوده تو دل مردم یه چیز عجب و غریبی جا باز کرده. از اون طرف شاید حکومت و سیستم یا دستگاه‌های ناظر گفته بودن که اگر تیم فوتبال ایران و تیم ملی قهرمان بشه یه محبوبیتی رو بین مردم پیدا میکنه و بازیکن‌های فوتبال هم بین مردم یه جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن. از اون طرف دیگه خر بیار و باقالی بار کنن، تا دلشون بخواد میرن مصاحبه‌های سیاسی میکنن، تا دلشون بخواد میرن راجع ما حرف میزنن و دیگه کی جمع بکنه حاشیه 22 تا 4 تا 5 تا 6 تا از بازیکن‌های تیم ملی رو. ما یکی علی کریمی بوده نتونستیم حاشیه جمع بکنیم، اینا دیگه قهرمانی برن دیگه پاره میکنن یه جای دیگه. پس بذارید دستور بدیم، شاید به امیر قلعه‌نویی، شاید به افراد دیگه، آقا اصلا ترکیب تیم ملی رو یه جوری بچین، تعویض نکن. بازیکنایی که 120 دقیقه توی بازی قبلی بازی کردن و بازیکن 120 دقیقه که نه، آره دیگه 120 دقیقه تقریبا شد دیگه، با احتساب وقتای اضافه بازی قبلی دهنشون جر خورده بوده، اونجا هم تعویض نکردن. گفت آقا ترکیب یه جوری بشین که بازی برای ما یه جور دیگه‌ای در بیاد و همین قضیه باعث شده بوده که بگن آقا که وجود باشه فضا سیاسی بشه. میخوام بگم که این تحلیل ها و چیدن این پازل ها کنار هم دیگه فقط به یه نتیجه مشترک ما رو میرسونه که این که نتیجه بازی ایران و قطر مشکوکه. این پیام هم که رد و بدل شده، بازم میگم که من نه تاییدش میکنم و نه تکذیبش میکنم و بسیاری از اهالی فوتبال هم بعد از شنیدن این خبر با توجه به تجربیاتی که از قبل داشتن میگفتن که دور از انتظار نیست. اما کسی که میخواد رشوه بده به نظر من ردی از خودش باقی نمیذاره، نظر شخصی منه، ولی به حال دیگه این شما و قضاوتتون و نظرتون که زیر این ویدیو میذارید. خیلی مخلصی.